سفیر ترکیه در تاجیکستان میگوید کشورش در جریان عملیات چشمه صلح در شمال سوریه زندانیان داعشی را به وطنشان استرداد خواهد کرد. عملیات ارتش ترکیه ضد شبه نظامیان کرد 3 روز است که ادامه دارد و نگرانی جدی جامعه جهانی را به میان آورده است. علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان روز 11 اکتبر به خبرنگاران تاجیک گفت هدف حمله به شمال سوریه نه اشغال بلکه دور کردن تروریستان است. جناب کیوکسل در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که تقدیر صدها نفر محبوسان گروه تندرو دولت اسلامی که در محبس‌های زیر نظارت کردها هستند چه می شود گفت انقره همه کاری ضرور را در این باره انجام می‌دهد. آنهایی که در محبس‌ها هستند به ادای جزای خود ادامه خواهند داد. کشورهایی که آمدند این گروه شهروندان خود را قبول کنند ما آنها را به وطنشان استرداد می‌کنیم. آن کشورهایی که تا حال موقع خود را معین نکردند باید مسئولیت را به دوش خود بگیرند. عملیات نظامی ارتش ترکیه به منطقه‌های کردنشین روز چهارشنبه 9 اکتبر شروع شد. چندین کشورها این عمل انقره را محکوم کرده برخی حمله ارتش ترکیه را اشغالگری ارزیابی کردند. اما سفیر ترکیه در دوشنبه میگوید کشورش اجازه نمیدهد که در مرزهایش یک دولت تروریستی تشکیل شود. ترکیه به هیچ وجه اجازه نمیدهد که در مرزهایش یک دولت تروریستی تشکیل شود. سوریه یک عضو جامعه جهانی است و ما تلاش میکنیم که یک پارچگی آن نگاه داشته شود. اجازه نمیدهیم که یگان گروه تروریستی به یک پارچگی این کشور خلل رساند. علی رفعت کیوکسل در حضور خبرنگاران تاجیک حزب کارگر کردستان و شاخه آن در سوریه را به تکرار گروه تروریستی نام برده آنها را در قطار گروه تندرو دولت اسلامی قرار میداد. هرچند تا حال جامعه جهانی حزب کارگر کردستان را سازمان tteröristi اعتراف نکرده است و برعکس این گروه ها سالها ضد داعش مبارزه بردند. İkinci konu ise baştan da söylediğim gibi عملیاتی که حال عملی گشته ایستاده است برای تازه کردن همان منطقه از تروریستان است. ما در عراق هم همین گونه عملیات ها انجام دادیم ولی یگان منطقه را از خود نکردیم. تأمین فضای امنیتی مرز 30 کیلومتری همان معنی آن را ندارد که ما برای همیشه با آنجا وارد شدیم. ما موقتی آنجا میمونیم و لازم شد میبرایم. ما با یک پارچگی سوریه ارج میگذاریم. 20 kilometre 40 kilometre kaldık mı? عملیات نظامی ارتش ترکیه به منطقه‌های کردنشین در شمال سوریه چند روز پس از اعلان خروج نظامیان آمریکایی از این منطقه توسط دونالد ترامپ آغاز شد.